سلام، اسم من مبیناست. یه چند روزیه که 22 سالم شده و چون آدم ماجراجویی هستم یه عالمه اتفاق عجیب خوب و بد برام افتاده و میفته. توی این چند روز داشتم به معنی بزرگ شدن فکر میکردم، به اینکه توی این سالا چه چیزایی یاد گرفتم که باعث بزرگ شدن من شده. و توی این ویدیو میخوام از این 21 سال برات بگم. Hey guys، چطوری؟ من مبینام و این قسمت جدید موبیز چیت چته که با ویدیوهایی که تا الان از من دیدید یکم متفاوت تره، چون همیشه دیلی ولاگ بوده، داشتید زندگی روزمره منو میدیدید، ولی توی موبیز چیت چت قراره من اینجا بشینم و راجع به یک موضوعی حرف بزنم که موضوعی که امروز قراره راجبش حرف بزنم، چون که اخیراً تولدم بوده، 4-5 روز پیش تولدم بوده و رفتم توی 22 سال. خیلی خوب این چند روز عمیق دارم به زندگیم نگاه میکنم و به این فکر میکنم که من توی این 21 سالی که گذشت چی از زندگیم یاد گرفتم، چی کار کردم با زندگیم و همینجور داشتم برای خودم مینوشتم و فکر میکردم و اینا، و این به ذهنم رسید که این میتونه موضوع خیلی خوبی برای ویدیو باشه، چون مخاطبای من تقریبا تو همین رنج سنی هستن و کسایی که کلا بازه 15 تا 25 سالن. ماها داریم با زندگیمون سر و کله میزنیم و داریم یاد میگیریم، همه چیزو داریم یاد میگیریم. به نظرم اومد برای این بازه سنی میتونه خیلی مفید باشه این حرفای من، چون چیزاییه که به خودم خیلی کمک کرده و وقتی فکر میکنم اینجوریه که کاش به اون مبینه 18-19 ساله یکی بود که اینا رو میگفت. من اینا رو تجربی فهمیدم و یاد گرفتم، ولی کاش توی اون مثلا بازه 18-19 سالگی یه نفر اینا رو به من یاد میداد و بهم میگفت، چون میتونست خیلی به من کمک بکنه. من چند تا موضوع انتخاب کردم که دربارش صحبت بکنم. هی داشتم به این فکر کردم کدومش مهمتره که مثلا اول بگم، اولویت بندی کنم، نتونستم، چون واقعا همش به یک اندازه مهمه، به خاطر همین رندوم یه دونه رو بهتون میگم. اولین موضوعی که میخوام راجبش صحبت بکنم علاقه است. چرا؟ چون من اخیرا نمیدونم چه فصلیه، مگه فصل انتخاب رشته و ایناست، نمیدونم، خیلی پیام میگیرم راجع به اینکه مبینا چه رشته‌ای بریم فلان، مثلا انتخاب رشته رو چیکار کنم، من نمیدونم هنوز با دانشگاهم چیکار کنم، نمیدونم با رشته‌ام چیکار. خیلی این مدل پیاما رو میگیرم و من هر دفعه اینجوریم که ازم نپرس، واقعا برو فکر کن ببین علاقه چیه. میدونی من چون خودم با همچین چیزی تو زندگیم سر و کله زدم و جنگیدم به خاطر اینکه بتونم برم دنبال علاقه‌ام، اینو خیلی جدی بهتون میگم. برای کسایی که نمیدونن، من توی دبیرستان رشتم تجربی بوده، 1 سال توی دانشگاه رشته زیست خوندم و بعدش تغییر رشته دادم، از دانشگاه انصراف دادم، تغییر رشته دادم و تصمیم گرفتم که بالاخره بعد از تمام سالهایی که دلم میخواست ولی جسارتش رو نداشتم، دانشگاه رو بذارم کنار، درس رو بذارم کنار و برم دنبال علاقم، یعنی موسیقی. و بعدش هم به خاطر این تصمیمم مهاجرت کردم و اومدم ازمیر. من میتونم بهت بگم این تصمیم یکی از بهترین و بزرگترین تصمیمایی بوده که من تو زندگیم گرفتم و هرگز بابتش حتی لحظه‌ای پشیمون نشدم. یه چیزی که میخوام براتون تعریف کنم اینه که من توی سال 2021، 3 سال پیش، موقعی که 19 سالم بوده، 18-19 سالم بوده، یه تجربه‌ای داشتم. من میتونم بهتون بگم یه تجربه‌ای نزدیک به تموم شدن زندگیم داشتم و بعد از اون لحظه بود که این چکه تو گوش من خورد که من ببینم مبینا واقعا میخوای با زندگی چیکار بکنی. وقتی اون تجربه رو داشتم، توی اون لحظه فقط داشتم به این فکر میکردم که وایسا ببینم اگه قرار زندگی من تموم بشه، فکر کن مثلا یه شرایطی برات پیش اومده که ممکنه که زندگی تو همینجا تو همین نقطه تموم بشه و تنها چیزی که تو داری بهش فکر میکنی اینه که نه من هنوز یه کاری داشتم که انجام بدم. من کل زندگی منتظر یه لحظه‌ای بودم که بتونم برم پیانو بزنم، بتونم برم موسیقی بخونم. پس پیانو چی میشه؟ فکر کن توی اون لحظه تنها چیزی که داری بهش فکر میکنی، نه برات مهمه که بمیری، نه برات مهمه که بقیه اتفاقات چی، هیچی برات مهم نیست و فقط اون چیزی که از بچگی، اون عشق و علاقه‌ای که از بچگی همراهت بوده، توی اون لحظه است که اینجوری یه دونه میذاره توی گوشت، مثلا به مبینا میگه که خاک تو سرت مبینا، این همه سال من کنارت بودم، منو نگاه نکردی، من که علاقت بودم منو نگاه نکردی و الان اگه زندگی تموم بشه پس چی میشه؟ از اون لحظه و اون اتفاق بود که من تصمیم گرفتم اون رشته‌ای که داشتم میخوندم، که فقط به خاطر ویزای آلمان داشتم میخوندمش و علاقه واقعا بهش نداشتم، تونستم از اون رشته جسارتش رو پیدا کردم که از اون رشته انصراف بدم و
شروع کنم مسیر موسیقی رو ادامه بدم ببینم چی میشه. من که موزیسین حرفه‌ای هم نبودم که مسیر خیلی برام صاف و هموار باشه و همه چیزو بدونم. من اول از دانشگاه انصراف دادم و بعداً به این فکر کردم که خب حالا چیکار میتونم بکنم که به اون چیزی که میخوام که موسیقی نزدیکتر بشم. این اولین چیزی بود که من میخواستم راجع به این بگم که اگه فکر میکنی به یه چیزی علاقه داری واقعا سعی کن بری دنبالش، ولی اگه شرایطش رو نداری، حالا توی یه رشته‌ای داری تو مدرسه چه توی دانشگاه درس میخونی، برو دنبال اون چیزی که از بچگی دوستش داشتی. مثلا اگه از بچگی همیشه نقاشی کردن ته ذهنت بوده و یکم قلقلکت میداده، همیشه دلت میخواسته نقاشی بکشی، برو دنبال نقاشی و هیچ وقت به این فکر نکن که مثلا اگه 20 سالته به این فکر نکن که اوکی من مثلا دارم یه رشته‌ای تو دانشگاه میخونم، مثلا بگو دارم پزشکی، من دارم تو دانشگاه پزشکی میخونم، نقاشی دیگه تموم شد دیگه، فرصتشو از دست دادم دیگه، 20 سالمه، کجا من فقط بلدم چش دو ابرو بکشم، چه جوری میتونم نقاش بشم؟ تو 20 سالته، اگه الان شروع بکنی نقاشی بکشی، وقتی 30 سالت شد یه نقاش حرفه‌ای هستی که 10 سال سابقه کار داری، 10 سال تجربه داری و توی 30 سالگی دیگه این قلقلکه رو بهت نمیده. کاش رفته بودم نقاشی، کاش نقاشی رو شروع کرده بودم. هم توی پزشکی هم توی نقاشی، یه کسی پزشکی هستی که میتونه نقاشی خیلی خوب بکشه. حالا تو میتونی این مثالی که من برای نقاشی زدم برای اون چیزی که توی ذهنت در نظر بگیری. من از بعد از اون تجربه‌ای که بهت گفتم اینجوری بودم که مبینم هر کاری دلت میخواد انجام بدی رو حتما انجام بده، چون ممکنه فردایی نباشه. به صورت خیلی جدی اینو فهمیدم، جدا از این حرفای کلیشه‌ای، به صورت جدی فهمیدم ممکنه فردایی نباشه. اگه فردا نباشه من چی تو دلم بوده که میخواستم توی این دنیا امتحان بکنم و نکردم. قبل از تولدم خیلی داشتم به این قضیه فکر میکردم و اینجوری بودم که اوکی من توی این 3 سال اخیر واقعا هر کاری دلم میخواست انجام بدم و انجام دادم. فقط یه چیزی هست، اونم این که من همیشه میدیدم آدمایی که کنار دریا میدوئن، دونده ها و اینا، هی میدیدم خیلی حسودیم میشد بهشون که وای چقدر مثلا خوشبالون، چقدر راحتن دارن میدوئن و من همیشه اینجوری بودم که نه بابا من که نمیتونم بدوم، بدن من واقعا میتونه بره کنار دریا نیم ساعت بدوه. از یه ور این قضیه رو مثلا از لحاظ فیزیکی فکر میکردم نمیتونم، از یه لحاظم اینجوری بود که خجالت میکشیدم برم کنار دریا بودم. این خجالت باهام بود. وقتی داشتم به این فکر کردم چه کاری هست که تا قبل از 22 سالگی بخوای انجام بدی، این قضیه به ذهنم رسید، قضیه دویدن به ذهنم رسید و اینجوری بودم که یادت باشه ممکنه فردایی نیست، نذار هیچ چیزی تو دلت بمونه. یه چالش 7 روزه توی اینستاگرام گذاشتم و توی این 7 روز قرار بود که فقط بدوم و اینا، که روز 5مش پام آسیب دید به خاطر اینکه هم کفش خیلی مناسبی نداشتم، همین که بدون مربی داشتم میدویدم، ممکن بود که مثلا مدلی که دارم میدوام اشتباه باشه و به پام آسیب زده باشه. به خاطر همین بعد از روز 5 3 روز آخر رو فقط پیاده روی خیلی تندی داشتم و وقتی این کار رو انجام دادم اون عقده‌ای که تو بود، اون حسه که همش تو دلم بود که حسودی میشد به کسایی که میدوئن، اون قضیه برطرف شد. از یه ورم فهمیدم که به دویدن توی این لحظه از زندگیم اونقدری که فکر می‌کردم علاقه هم ندارم، یعنی اونقدری که یه چیز بزرگی تو ذهنم بوده، نه اون علاقه خیلی جدی رو به دویدن نداشتم. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم درباره استقلال مالی و پول درآوردنه. من تا وقتی که خونه مامان بابام بودم هیچ وقت نیاز به اون کار کردن و پول درآوردن رو نمیدیدم، چون اینجوری بود که اوکی من یه چیزی رو میخوام، یا بابام برام میخره یا برام نمیخره دیگه، اوکی اگه نمیخره نخریده دیگه، اوکی. هیچ وقت فکر نمی‌کردم خودم باید پول در بیارم، خودم باید کار بکنم. بحث نیاز مالیش نیست، میدونی چی میگم؟ یعنی بحث این نیست که اوکی خانواده‌ات پول ندارن تو باید بری کار بکنی پول در بیاری، بحث این نیست. بحث حسشه، حس پول درآوردن و پول خودتو خرج کردن و نون بازوتو خوردن. میدونی چی میگم؟ بحث احتیاج مالی و اینجور چیزاش اصلا نیست. مثلا یه سری از خرجا هست که خرجای اضافی تر حساب میشه و میدونم خب توی اکثر خانواده‌های ایرانی بودجه برای این هزینه ها در نظر نگرفته شده. من اگه مثلا 18 سالم بود دلم میخواست برم کارهای اضافی بکنم، همش دلم میخواست اگه برم سفر، ماساژ، اسپا، باشگاه بهتر، فلان فلان، قطعا خانواده‌ام برای همه این چیزایی که من میخواستم که بهم پول نمیدادن. به خاطر همین به نظر من خیلی بهتره که تو خودت کار بکنی، پول خودتو در بیاری، برای این خرجای اضافی که دلت میخواد انجام بدی پول خودتو خرج بکنی. مثلا اگه دلت میخواد بری سفر، خودت از پول خودت خرج کنی بری سفر. مثلا اگه دلت میخواد هر هفته بری ماساژ و اسپا و چه میدونم اینجور چیزا، از پول خودت خرج کنی. اگه دلت میخواد بری یه باشگاه بهتر، اینجوری نباشه که اوکی
خانواده‌ام حالا به اون اندازه پول ندارن که من بتونم برم فلان باشگاه، پس نمیرم. نه، پول خودتو در میاری و اون باشگاهی که دلت میخواد و گرونه رو میری ثبت نام میکنی. چرا که نه؟ شاید خیلیاتون این قضیه رو میدونستین و براتون یه چیز واضحی بوده، ولی برای من تو سن 18 سالگی و اینا اصلا چیز واضحی نبوده. من وقتی مهاجرت کردم توی سن 21 سالگی و دیدم یه سری خرجای اضافه تری دارم که توی بودجه خانواده‌ام نیست، اینجوری شدم که اوکی من باید کار کنم. حتی اگه خانواده‌ام پولشو دارن نمیخوام اونا بدم، من دلم میخواد پول خودم رو خرج کنم. از یه سنی به بعد این حسه میاد سراغتون که من دلم میخواد پول خودم رو فقط خرج کنم، دلم نمیخواد از مامان بابام پول بگیرم. اون حسه رو دوست ندارم که همش بخوام از پول یه نفر دیگه خرج بکنم. این الان حس الان منه و من توی 21 سالگی تونستم مثلا درآمدمو داشته باشم. قبلش هم مثلا یه سری پول میگرفتم، یه سری از پروژه‌ای پول میگرفتم، ولی درآمد جدی نداشتم و توی 21 سالگی اولین باری بود که درآمد جدی تونستم داشته باشم. با اینکه هنوزم به اون مرحله نرسیدم که همه خرج زندگیمو خودم بدم، رنتمو خودم بدم، آب و برق و گازو خودم بدم، خرج خورد و خوراکم و لباسم و اینا رو همه اینا رو خودم قطعا نمیدم الان، ولی خب شروع شده این مسیر. میدونی نکته بعدی که خیلی برام مهمه، خیلی برام مهمه، کاش اول از همه میگفتم، اینه که برای خودت ارزش قائل باش، احترام قائل باش و در کنار این چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که حذف آدمای الکی و انرژیای الکی از زندگیتون. حالا یعنی چی؟ وقتی من بهت میگم برای خودت احترام و ارزش بذار، یعنی خودت رو اولویت قرار بده. یعنی چی؟ مثلا من توی این سالهای زندگیم خیلی دوستامو به خاطر این قضیه از دست دادم. تو زمان مدرسه مثلا هر شب دوستام با هم میرفتن بیرون، کافه فلان، هر شب به من زنگ می‌زدن مبینا میای. تا یه زمانی من میرفتم حتی اگه دلم نمیخواست، برای اینکه اون جمع رو از دست ندم توی مدرسه باهاشون میرفتم بیرون که حالا مثلا بهشون بر نخوره، نگن مبینا داره خودش رو چس میکنه فلان. باهاشون میرفتم و خب از کار و زندگیم عقب میافتادم. هم میخواستم پیانو بزنم، هم میخواستم زبان بخونم، هم میخواستم درسمو بخونم. عقب میافتادم از این کارام دیگه. از یه جایی به بعد اینجوری بودم که نه بچه‌ها من باید درس بخونم، فردا شبش نه بچه‌ها من باید پیانو بزنم، نه بچه‌ها من باید زبان بخونم، کلاس زبان دارم. از یه جایی به بعد دیگه به من زنگ نزدن و من از اون جمعا کنار گذاشته شدم که خب به درک واقعا، چون من اینجا خودم رو تو اولویت قرار دادم و الان دارم نتیجهش رو میبینم. الان که خیلی راحت دارم با زبان انگلیسی حرف میزنم و اون آدمایی که خب با چند تاشون هنوز در ارتباطم و میشناسمشون، اونا زبانشون خوب نیست و من زبانم خوبه به خاطر همون چیزای دیگه. من توی این قضیه خیلی جدیم که خودت رو اولویت قرار بدی و این احترام رو برای خودت داشته باشی. این مثالی که درباره دوستام زدم، یه چیز دیگه که میتونم بهتون بگم اینه که آدمای الکی رو از زندگیتون حذف کنید. وقتی اون کامیونیتی رو میبینی که همش دارن با هم میرن بیرون، هیچ کاری برای انجام دادن ندارن و تو این مدلی نیستی، خیلی راحت بذارشون کنار. چرا که نه؟ اگه از این میترسی که تنها بشی، اگه از این میترسی که اوکی اگه من یه روزی حوصله‌ام سر بره بخوام برم بیرون، کسی نیست من باهاش برم بیرون، خب کسی نباشه. 1 سال میگذره، 2 سال میگذره، تو تنها میمونی، ولی بعدش به خدا یه آدمایی میان تو زندگیت که حتی فکرش هم نمی‌کردی. من از این قضیه که آدمای الکی رو حذف بکنم از زندگیم هم خیلی انجامش میدم. من خیلی راحت آدما رو بلاک میکنم و حذف میکنم و خیر این قضیه رو دیدم. به خدا خیر این قضیه رو دیدم. خیلی دارم دوستانه و از ته دلم بهتون میگم لطفا این کارو انجام بدین. یه سری آدمایی بودن تو زندگی من، هر دفعه باهاشون میرفتم بیرون میومدم خونه اینجوری بودم که نمیخوام دیگه این آدم رو ببینم، نمیخوام، آقا مدل من نیست این آدمه، حرفایی که میزنه حرفای من نیست، به من ربطی نداره، نمیخوام این آدم رو ببینم. از این تایمی به بعد دیدم واقعا بی احترامیه به خودم که من دارم اونا رو اولویت قرار میدم برای اینکه بعدشون نیاد میرم، برای اینکه مثلا من یه 4 تا دوست توی ازمیر داشته باشم تنها نمونم اینجا دارم باهاشون میرم بیرون. از یه جایی به بعد این اخلاق مسخره‌مو گذاشتم کنار و به خدا خیرش رو دیدم توی زندگی. نکته آخری که میخوام بگم که بازم مرتبطه با همون تجربه‌ای که داشتم تو زندگی، اهمیت سلامتی و ورزش کردن. من خب یه آدمی بودم که توی کل سن نوجوانی و فلان و اینا آدم لاغری بودم، همیشه رو فرم بودم، نه هیچ وقت چاق زیادی بودم نه هیچ وقت لاغر زیادی بودم و هیچ وقت برام مهم نبود چی میخورم، هر چیزی دلم میخواست میخوردم. اینجوری بودم که بابا من چاق نیستم که، لاغر نیستم که، و هیچ وقت فکر نمی‌کردم احتیاج دارم به ورزش کردن. فقط دلم فکر می‌کردم آدمای چاق میرن ورزش میکنن.
از یه جایی به بعد فهمیدم اون چکه، اون تجربه اینجوری بهم بود که عزیزم حواست باشه چی داری میخوری، حواست باشه که بدنت نیاز داره که ورزش بکنی. شاید توی سن پایین‌تر اینو نفهمی، ولی هر چی سنت میره بالاتر، 30 سالت میشه، 40 سالت میشه، اینجوری هستی که کاش از سن پایین‌تر شروع کرده بودم، کاش از سن پایین‌تر حواسم به غذا خوردنم بود. و من الان خب یه رژیم خیلی سالمی دارم، خیلی نرمال و سالمی دارم، ورزش حتما توی روتینم هست، خیلی زیاد پیاده روی میکنم و واقعا چی میگن عقل سالم در بدن سالم. وقتی بدن سالم تره، بدنت حالش خوبه، خودت هم حالت بهتره، حال روح و روانت هم بهتره. این حرفایی که بهتون زدم واقعا از ته قلبم میومد، نه چیزی بود که بخوام بهتون نصیحت بکنم، هیچ انرژی منفی پشت این قضیه نبوده. خب فقط چیزایی بوده که واقعا احساس کردم توی زندگی خودم خیلی بهم کمک کرده و دلم میخواست اگه یه نفری که حالا کوچیک‌تر از منه، بزرگتر از منه و این چیزا توی ذهنش باهاش درگیره، این نکته من بتونه بهش کمک بکنه، بتونه یه گوش زدی بهش بکنه که یکم خودشو بهتر بکنه، یکم زندگیشو بهتر بکنه. همین دیگه. خیلی خوشحالم میکنید اگه برام توی کامنت‌ها بنویسید مهمترین درسی که شما تا الان گرفتید چی بوده و چند سالتونه. مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم این حرفام حداقل به یک نفرم که شده کمک بکنه. تو ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.